علیه دلشاد دولتبکوف، یک ساکن محلی ختلان که در شکستن 28 سنگ مزار در آرامگاه دهه خرسندی ناحیه باختر گمانبر دانسته می شود، پرونده جنایتی باز شده است. مقامات انتظامی گفتند که دولتبکوف برای تحقیر جسد فوتیدگان یا نیست و نابود و یا ویران نمودن آنها عیبدار دانسته می شود. تخریب مزار و سنگ‌های روی قبرها را در کدکس جنایی تاجیکستان از روی ماده تحقیر جسد فوتیدگان و گور آنها محاکمه می‌کنند که تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. مقامات محلی در ناحیه باختر قبلا گفته بودند دلشاد دولتبکوف 22 ساله فردی که در تخریب 28 سنگ مزار در آرامگاه دهه خرسندی گمانبر دانسته می‌شود، مبتلا به بیماری روانی است. به گفته مقامات دلشاد دولتبکوف در این موضع علف دروی نموده و در روز اول یک سنگ و فردای آن سنگ‌های بالای 27 قبر را ویران کرده است. حادثه بعد از آن معلوم شد که ساکنان دهه روز 21 اپریل امسال به مقامات درباره شکسته و خراب شدن سنگ‌های مزار قبرستان خبر دادند. به دنبال پلیس ناحیه باختر و هم مقامات دیگری محلی به تحقیق حادثه تخریب شدن سنگ مزار آغاز کردند و 10 نفر خصوصا جوانها را مورد بازپرسی قرار دادند. یکی از فرضیه هایی که مقامات آن را تحقیق کردند، انگیزه های دینی داشتن این عمل و احتمال زیر تاثیر عقیده های بیگانه مذهبی و یا افراطی انجام شدن این کار بود. ضمناً حادثه شکسته شدن سنگ بالای قبرها در ولایت ختلان کم سابقه است. در یک حادثه ماه نوامبر سال 2015 در یک قبرستان ناحیه فرخار، جمعیت کوچک روس‌ها از تخریب سنگ و صلیب‌های بیش از 3000 گور نزدیکانشان در این ناحیه خبر دادند. آن زمان گفته شد که به احتمال غالب تبهکاران به خاطر استفاده محصولات فلزی، سیم و ارماتور و هم سنگ و خشت قبرها در ساختمان منزل و حوله های خود به این کار دست میزنند. در یک حادثه ماه می سال 2015 پلیس از روی حادثه شکستن 30 سنگ و کتیبه های بالای مزار در روستای ریوید ناحیه عینی ولایت سوخت پرونده جنایی باز کرد. شب 18 به 19 می افراد ناشناس سنگ قریب 30 قبر را شکستند.